بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. آنگاه که آسمان شکافته شود، آنگاه که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند، و آنگاه که دریاها به هم آمیزند و روان گردند. واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. و آنگاه که قبرها زیر و رو شود، در آن هنگام هر کس می‌داند چه چیزهایی را پیشاپیش فرستاده و چه چیزهایی را واپس نهاده و بر جای گذاشته است. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ای انسان، چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. آن پروردگاری که تو را آفرید و سپس سر و سامانت داد و آنگاه متعادل و متناسبت کرده است و به هر شکلی و صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هرگز چنین نیست که شما گمان می کنید، بلکه شما روز جزا را تکذیب می کنید و بیگمان نگهبانانی از فرشتگان بر شما گمارده شده اند که نویسندگانی بزرگوارند. یعلمون ما تفعلون. آنچه را انجام می دهید می دانند و اعمال نیک و بد شما را ثبت می کنند. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. مسلماً نیکوکاران در نعمتهای بهشت هستند و یقیناً بدکاران در آتش جهنمند. روز جزا به آن درآیند و بسوزند. وما هم عنها بغائبین. و هرگز آنان از آنجا به دور و در امان نباشند. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. و تو چه دانی که روز جزا چیست؟ باز تو چه میدانی که روز جزا چیست؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. روزی که هیچ کس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست و در آن روز حکم و فرمان از آن الله است.